سلام خدمت شما، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از اون جایی که همتون خوب میدونید کانال ما موضوعش ترسناکه و این بار اومدیم یک موضوع پر بیننده و دنبال کننده که دوستان خیلی دنبالش بودن رو به تصویر بکشیم. دوستان خیلی گفتن که یه بازی ترسناک که چند نفره باشه و بتونن با هم بازی کنن و با دوستاشون بازی کنن و صدا باشه و لذت کامل رو ببرن. من یک بازی هست که خیلی معروفه ولی تو ایران خودمون خیلی ها بازی نکردن هنوز. اسم این بازی دگسته. حالا ما بخوایم براتون داخل فروشگاه پلی هم نمایشش بدیم با اطلاعاتش. تو فروشگاه پلی میایم سرچ میکنیم گوست، اینجا میاد. اولین بازی که میبینید من نصب دارم، 10 میلیون نصب داره، 4 هم نمرشه. بازی خوبیه، با دوستاتون میتونید بازی کنین. یه دونه 8 طبقه، یه مپ 8 طبقه داره که باید انومالی توش پیدا کنین و 4 تا مپ بزرگ داره که باید توش وسیله پیدا کنید و فرار کنید. همونجور که میبینید تو عکس‌ها یه سری جزئیات نشون داده. این مجسمه هم که نشون داده از این جور بازی هست که مثلا نور بر رو مجسمه باشه تا دنبالتون نیاد. و این بازی رو شما میتونید با دوستاتون بازی کنید به صورت آنلاین و لذتش رو ببرید. حجم خیلی زیادی نداره و رو گوشی‌های پایین هم میشه بازی کرد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خدا یار و نگهدارتون.